با سلام و درود به یاران عزیزم، با آرزوی سلامتی و توفیق شما یاران گرامی در کلیه مراحل زندگانی. دوستان عزیزم، در یکی از نواحی کوهستانی فرانسه یک غاری وجود داره به نام غار لاسکو که مانند سایر غارهای ماقبل تاریخی آثاری درش از اجداد و نیاکان بشر امروزی به جا مونده. معمولاً در غارهای متعلق به بشر ماقبل تاریخ آثاری که کشف شده صحنه‌های شکار جانوران مختلفی که در اون نواحی زندگی می‌کردن روی دیوارهای غارها ترسیم می‌شده که در نواحی کوهستانی وجود داره. به هر حال ویژگی غار لاسکو اینه که در اینجا بشری زندگی می‌کرده از خانواده هوموساپین ساپین که از غار خارج شده بوده و در دشت ساکن بوده. در غار لاسکو برای زندگی توتن و سکونت نداشته. تو غار لاسکو زندگی نمی کرده، جای دیگه زندگی می کرده، اما می اومده به غار لاسکو. برای چی؟ نقاشی هایی از بشر اون دوران به جا مانده و الان در دسترسه، ولی ویژگی غار لاسکو و تفاوتش با سایر غارها در اینه که در کنار نقاشی های روی دیوارهای غار که حیوانات مختلف ترسیم شدن، یک صحنه عجیب نقاشی شده در یک قسمتی که تقریباً دست نیافتنی، یعنی برای رسیدن به این قسمت باید از یک تونل زیرزمینی رد شد که دو فضا رو در زیر صخره‌های غار به همدیگه وصل میکنه. پیدا کردن این تونل و بعد عبور سینه‌خیز از درون این تونل به اون طرف تونل کار ساده‌ای نبوده، اما به هر حال این کار صورت گرفته. وقتی غار محل توتن نباشه هر جونوری ممکنه توش زندگی بکنه و همین دلیل کسانی که برای نقاشی کردن دیوارهای غار میرفتن در درون غار، اینها احتمال هر خطری رو میدادن، اما در این حال میرفتن و نقاشی هم میکردن. روش‌های ویژه‌ای هم در نقاشی داشتن، رنگ‌های مختلفی درست می‌کردن که بعد از گذشت هزاران سال هنوز مانند روز اول با کمی فرسایش به جا مونده. اما اینی که در درون غار یک تونلی پیدا بشه که به یک فضای دیگری مربوط بشه، که در اون فضا یک تصویری روی دیوار کشیده بشه که با سایر نقاشی های دیوارهای غارها تفاوت داشته باشه، این یک امر ساده ای نیست. یعنی از وقتی که این نقاشی دیواری در غار لاسکو کشف شده، بسیاری از مردم شناسان و کهن شناسان به این مسئله توجه کردند. تلاش کردند که راز و رمز این تصویر رو دریابند.
یعنی به طور مشخص این غار عظیم لاسکو برای کسانی که میتونستن برن توش، یعنی مجاز بودن، اجازه داشتن، در اون گروهی که در دشت ساکن بوده و بعد برای انجام مراسم خاصی میرفته به این غار، یه عده‌ای بودن که اجازه ورود به غار و بعد نقاشی کردن روی دیوارها رو داشتن. مجموعه این غار به عنوان یک معبد برای نیایش‌های آیینی به شمار می‌رفته، امری که بقای اون گروه از آدم‌هایی که در دشت و نزدیک غار لاسکو زندگی می‌کردن به اعتقاد به اون نیایش‌های آیینی وابسته بوده. یعنی تصور می‌کردن که اگر این کارها رو نکنن، گروه از هم فرو میپاشه و از بین میره. اما اون فضایی که فقط از طریق یک دهلیز در درون غار میشه بهش وصل شد، یک فضای مخفیه. یعنی حتی این گروهی که مجاز بوده از مجموعه اون آدم ها بیاد توی غار لاسکو برای نقاشی کردن، اجازه نداشته که به این قسمت غار بره. اون قسمت غار محل خاصی در این معبد بوده که فقط یک نفر میتونسته به اونجا بره، یک نفر با دستیارش، و اون یک نفر هم رئیس آیینی اون گروه بوده که نظر به این که اعتقاد آیینی سیمان اتصال تمام افراد یک گروه از آدم‌هایی بوده که با همدیگه به صورت مشترک زندگی جمعی داشتن. به همین دلیل رئیس آیینی اون گروه رئیس اون گروه هم بوده، یعنی یک اتوریته سیاسی نسبت به اون گروه داشته، فرمانده اون گروه بوده، سالار اون گروه بوده، این گروه رو هدایت میکرده در جنگ ها و زد و خوردها با سایر گروه هایی که به اینا حمله میکردن، یا اگر اینها میخواستن برای چپاول دار و ندار گروه های دیگه بدن، این سرپرستشون بوده که اونها رو هدایت میکرده، یا اگر میخواستن دست جمعی برن شکار، برای به شکار رفتن نیاز به یک سرپرست داشتن که اینها رو با همدیگه هماهنگ بکنه. این کارها رو رئیس آیینی که در این حال رئیس سیاسی گروه بوده انجام میداده و در این حال او بوده که میتونسته از اون دهلیز عبور کنه و به اون سمت بره و در اونجا اثر شگفت‌انگیز برای تاریخ بشریت از 20,000 سال پیش، یعنی دوران ماقبل تاریخ، به جا بذاره. این اثر شگفت‌انگیز چیه؟ برخلاف سایر نقاشی‌های دیواری که در غارهای موجود در فرانسه، در اسپانیا، در نقاط مختلف وجود داره و چنانی که گفتم تجسم بخشی رئالیستی به حیواناتی که در اطراف آدم‌ها زندگی می‌کردن، در دشت‌ها و چراگاه‌ها زندگی می‌کردن، مثلا همون حیواناتی که الان در آفریقا هستند و مردم میرن اینها رو ببینن در فضای آزاد و حمایت شده. اون موقع بودن انواع و اقسام حیوانات بوده و اینا رو نقاشی میکردن، اما تصویری از آدمیزاد نمیکشیدن. این حیوانات رو تجسم میبخشیدن بهش. علی ای حال تصویری که در بخش درونی غار لاسکو روی دیوار به جا مونده
آدمیزاد توش تجسم شده. این تصویر یک تصویر رئالیستی به مفهوم کشیدن جانوران یا کوه و صخره و اینها اونجوری که آدم در طبیعت میبینه نیست. تصویر پیچیده تر از این حرف هست. تصویر حامل یک پیام، یک پیام که به دیدگاه آیینی این گروه برمیگرده. در این تصویر یک شخصی رو میبینیم که در برابر یک گاومیش قرار داره. گاومیش بسیار بزرگ. فقط این دو موجود هستند در برابر یکدیگر. کس دیگه ای نیست، حیوان دیگه ای نیست، انسان دیگه ای نیست. این فرد انسانی که به ستیزه و رویارویی با اون گاومیش رفته، همراه خودش یک نیزه بلندی برده، یک چوب بلندی برده بوده که با اون تهیگاه گاومیش رو شکافته و امعا و احشاء گاومیش بیرون ریخته. اما گاومیش در اثر این ضربه کشته نشده. بلکه به ضرب صدمه خودش، به ضرب شاخ خودش، اون فرد رو بر روی زمین انداخته و اون فرد جان از بدنش جدا شده و به صورت یک مرغی در کنارش داره دور میشه. نکته جالب اینه که خود اون فردی که با گاومیش داشته میجنگیده یک لباس بلند به تن داره که تا سر زانواش میاد و سرش رو با یک ماسک پوشونده که شبیه همین مرغی که داره حرکت میکنه و میره، که سرش مانند سر یک کلاغه. این ماسک کاملا سیاهه، یک شنل از بالا به پایین با سر کلاغ. این اون صحنه عجیبه. رنگ‌هایی رو که در سراسر این تصویرنگاری به کار رفته برداشتن، دانشمندان تجزیه کردن و مشخص شده براشون که این مرکب در بین 20 تا 19 هزار سال پیش درست شده بوده و باهاش این تصویرنگاری انجام گرفت. از طرف دیگه یک تصویر دیگری وجود داره متعلق به یک کرگدن که روش در جهت عکس این تصویر و پشتش به سوی این تصویره با 2 سری نقطه، 3 نقطه در بالا و 3 نقطه در پایین. یه صحبتی اینجا داره انجام میشه. تجزیه رنگ به کار گرفته شده در تصویر این کرگدن نشون دهنده اینه که این تصویر با این تابلو در یک زمان ترسیم نشده، بلکه چند صد سال بعد این تصویر کرگدن به این تابلو افزوده شده. حال این مجموعه الان در اختیار بشریت قرار داره. دانشمندان رفتن از مجموعه این تصویر برداری کردن و بعد اومدن کلاً در غار لاسکو رو بستن و یک محل دیگری رو در کنار غار لاسکو درست به اندازه و شکل و شمایل و خصوصیات غار لاسکو درست کردن که کسانی که علاقه‌مند به دیدن این صحنه ها هستن برن اونجا رو ویزیت بکنن
و این تصاویر موجود در غار لاسکو برای نسل‌های آینده باقی بمونه و از بین نره، دچار فرسایش نشه. ماسک با سر کلاغ نماد بسیار بزرگی برای اون بوده. اون کسی که رهبر آیینی اون گروه بوده در مراسم آیینی که میخواسته انجام بده به جل کلاغ در میومده. کسی بوده که اجازه داشته که این ماسک رو ازش استفاده کنه و بره درون این ماسک. این نکته بسیار مهمه. روح کلاغ در وجود رهبر معنوی اثر میذاشته و بهش جایگاه رهبر معنوی رو میداده. چون بر اساس میتولوژی که هنوز در بشر رواج داره، کلاغ خبر میگیره و خبر میده، واسطه است برای خبررسانی، برای اطلاع رسانی. در اون میتولوژی هر کسی نمیتونست در ارتباط با روح کلاغ قرار بگیره. روح کلاغ فقط در ارتباط با شمن قرار میگرفته و به این واسطه شمن آگاهی هایی پیدا میکرده و میتونسته به دیگران بده برای هدایت قوم و قبیله خودش که دیگران از اون بی بهره بودند. اگر شمن از پا افتاد مسئله نیست، چون هم ماسک سر جاش میمونه و هم روح کلاغ از بدنش جدا میشه تا بره به کس دیگه‌ای اتصال پیدا بکنه که او بشه شمن جدید و به اون رخت و لباس خودش رو ملبس بکنه تا بتونه پیش کسوتی اون قوم قبیله رو عهده‌دار بشه. تا ادامه این گفتار شما یاران عزیز و